الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران خیلی عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، همه شما را بر این ماه بسیار مبارک، ماه شعبان، که بعداً ما و شما انتظاری ماه مبارک رمضان هستیم، تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند بسیاری از برادران و خواهران ما که از این ماه شعبان روزه می دارند که پیامبر نازنین ما بیشتری روزهایی که روزه می گرفت از ماه مبارک شعبان بود. الله مهربان قبول گردانه. برادران و خواهران عزیز، از بسیار لحظه های مناسب استفاده برده دعا میکنم که توفیقای ما و شما را، میل ما و شما را با بسوی دین خدا زیاد گردانه و الله مهربان هر یک تمنیات و مقصودهای نیکی که داریم با فضل کرمش حاصل گردانه. الحال من یک قصه ای که بسیار برادران عزیز برای روزمره ما مردم مسلمان مهم هست، خیلی ضرور هست، من برای شما گفته میگذارم. شما این قصه را خوب با دقت گوش اندازین و از علم دو نفری که گویم نقش اساسی این قصه را میبازند که جنیدالله بغدادی و بهلول مجنون، بسیار یک گفتگوها و بسیار یک درس کلان در بین این دو دانشمند و عالم گفته میگذاریم. میتونیم برادران عزیز که از این بسیار یک فایده کلان گیریم. جناب جنیدالله بغدادی، برادران عزیز، که در تاریخ عمر این حضرت میگذرد که خیلی نفری با سعادت، خیلی نفری به الله مهربان نزدیک، تمام عمر خود را به بندگی الله سپری کرده است و با اصطلاح امروزه گویم چگونه که در ماها شیخ ها و صوفی ها هستند یا گویم اهل طریقت میگوییم، جناب جنیدالله یکی از سرکرده ها، یکی از گویم مرشدهای خیلی کلان در همین راه برادران عزیز حضرت حیات به سر بردند. بار میگوید همین جنیدالله بغدادی جمع شاگردها را گرفت و بیرون از بغداد شدند، بیرون از شهر بغداد. وقتی که بیرون برآمدند، جناب جنیدالله یک درخواست کرد که برای شاگردهاش خوش نیامد. میگه جنیدالله به شاگردهاش امر کرد که من باید
بهلول را یک ملاقات داشته باشم. از بس که برادران عزیز بهلول با مجنون بودن، با دیوانه بودن که مشهور بود و مردم در نسبت او اونقدر اعتماد نداشتن. اصلا همین آدمی که دیوانه باشه برادرای عزیز دیده این که در حرفهای او مردم فقط میخندن یا به حرفهاش هیچ اهمیت هم نمیتین. لیکن جنیدالله بغدادی بهلول را همچون یک دیوانه در راه الله میدانست و از این دیوانه هایی که خوب را از بد یا عبادت را از بی عبادتی یا اطاعت را از نافرمانی جدا کردن نتواند، جنیدالله او را همچنان نمیدانست، بلکه او میدانست که بهلول دیوانه نیست، بلکه در نظر مردم این مثل دیوانه است. ما حتی برادران عزیز حدیثی از پیغمبر نازنین ما داریم که شما آنقدر الله را زیاد یاد کنین که مردم حتی خودشان گویند که همین آدم هوشیار نیست، همین آدم دیوانه است. وزیره همین دور ما ده هم برادر عزیز وزیر یک کس بینیم که اگر با لبهاش ذکر داره، همین روزهای ما ده هم همین چیز مثل رنگ خنده هم شد است که او چی میگه با لباش، او چی لباش جنبانده سای. ما نمیدانیم که او با لبهاش الله را یاد داره، او ذکر کردی سای. خلاص وقتی که بهلول شاگردا میابند، حضرت میگن که در فلان منطقه است. جنیدالله همراه شاگرداش میگه به همون منطقه میآید، میبیند که بهلول بالای خاک خواب و در زیر سرش یک ریشت ماندگی و خواب است. جناب جنیدالله بغدادی میگه به نزدش میآید و راستش در میستد، با یک خیلی احترامی بلند او را صدا میزند: برادرم بهلول. چشماش هم میکشاید، میبیند که جنیدالله بغدادی است. میگه یگان خدمت داشتی؟ میگه بله من خدمت داشتم. میگه شما کین اول خودتون معرفی کنین؟ میگه من جنیدالله بغدادی هستم. وقتی بهلول جنیدالله البته اکنون تمام منطقه های همون زمان نامش فرا گرفتگی بود، زیرا این آدم برادران عزیز حقیقتا گویم همون خط ارشاد داشتن، اینا خودشون مرشد بودن، اینها ده ها نفر هزارها نفر در دست اینها بیعت میکردن. وقتی که جنیدالله بغدادی گفت، بهلول در حال گفت همان جنیدالله که مردم راهنمایی میکنی، همان جنیدالله که در دست تو مردم بیعت میکنن. گفت ها بله. گفت همان جنیدالله من هستم. گفت من یکی از تو پرسوم؟ بهلول جنیدالله را گفت مرحمت. گفت آداب طعام خوری را میدانی؟ در حال حضرت جنیدالله گفت البته میدانم، زیرا جنیدالله عالم بود، از تمام حدیث و آیت آگاهی داشت. گفت گوش کردیستم، بگو که مقصد آداب طعام خوردن بگو. گفت پیش از آنی که ما ابتدای در طعام خوردن کنیم دستامون میشوییم. بعد از آن گفت نزد گفت طبق حاضر میشیم.
دست راست ما را دراز میکنیم، پیش از ناله را گرفتن طعام برداشتن بسم الله میگیم، زیاد نمیخوریم، با 3 انگشت میخورم. اولین ناله را که میگیرم در طرف دهان راست میمانم. در حالت طعام خوردن با کسی صحبت نمیکنم و هیچ جور طعام خوردن کسی را هم اهمیت نمیتم. طعام که بوچی در ابتدا و در آخرش الحمدلله رب العالمین میگم. الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین میگم. و بعد از اون میگه خاموش ایستاد. گفت تمام؟ گفت تمام. گفت جنیدالله گفت آداب طعام خوردن نمیدانی و با تو گفت اینقدر به خودت مقام و منزلت داری؟ این سخن گفتم برابر از جاش خیست بهلولو میگه یک چند قدم پایانتر رفت و اونجا میگه با دراز کشید. همین زمان بود شاگرداش گفتن حضرت گفتن جنیدالله را گفتن آخر ما نگفتیم که همین آدم عقلش پره نیست؟ آخر همین آدم مقصد علم ندارد و این در برابر شما میبینین چی میگه؟ این قدر مقصد بیانی که شما کردین این مردک میگه شما چیزی را نمیدانین. جنیدالله که برادرای عزیز آن چیزی را که در قلبش احساس میکرد البته شاگردای را احساس میکردن. بعد از آن میگه گو بابا پیشش میرین. پیش آمدن. وقتی که پیشش آمدن برادرای عزیز و گرامی زمان بهلول نگاه کرد جنیدالله را و گفت باز یک سوال دیگر تیام. گفت مایلش. گفت چی سوال داری؟ گفت آداب سخن گفتن میدانی؟ گفت میدانم. گفت بیان کو. گفت پیش از آنی که من سخن را آغاز کنم اول الحمدلله رب العالمین میگویم، یعنی الله را حمد و ستایش میگم. بعد از آن و صلات و سلام علی رسوله الکریم میگم، یعنی با پیامبرمان صلوات میفرستم. بعد گفت در حالتی صحبت کردن هیچ کس گفت تحقیر نمیکنم، توهین نمیکنم، هیچ کس حقارت نمیکنم و در وقت صحبت بسیار گپ نمیزنم تا که مشکلات در گوش کننده پیدا نشود و هر یک سخنی را که میکنم در او دلیل و حجت دارم و هر چیزی را که میگم ادرسش هم میگم. خلاص اینها را بیان کرد و بهلول گوش کرده سید. گفت تمام؟ گفت تمام. گفت جنیدالله ملال نباشی. گفت آداب سخن گفتن هم نمیدانی. باز میگه بهلول از جاش بلند شد و با پایانتر رفت و باز همونجا دراز کشید. این دفعه میگه جنیدالله با پیش آمد. جنیدالله نزدش آمد. بهلول گفت یک سوال دیگر میتونم با همین. گفت مقصد من دیگه با تو کاری ندارم، تو با من کاری نگیر. گفت آداب خواب کردن میدانی؟ گفت میدانم. گفت چیه؟ گفت اولا طهارت میکنم، بعد از آن گفت لباس های شب خواب کنند دارم و میپوشم، در بالای جایگاه خوابم گفت پاهم دراز میکنم و دستام میبردارم و سوره فاتحه را میخوانم و معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی را میخوانم، در دستم صوف میکنم، در تمام بدنم میمالم و همین کار 3 بار تکرار میکنم.
بعد از آن گفت به طرف دست راستم میخوابم، بسمک اللهم اموت و احیا میگم، پروردگار را به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. وقتی که از خواب بیدار شدم، الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، یعنی حمد و ستایش پروردگار ما که بعد از آنی که من مرده بودم زنده کرد. این گفت آداب خواب کردنه. جنیدالله گفت، بهلول گفت که جنیدالله آداب خواب هم نمیدانسته. از جاش میخیست که جنیدالله میگه از پاش داشت گو در جاد بشین. من گفت راستی آن چیزی را که دانستم و خواندم برای شما بیان کردم. اکنون شما را گوش میکنم که آیا در این سوالهایی که بر من دادی آیا جوابهای من نادرست بودند؟ و اگر نادرست باشند جواب عمیق و دقیق را برای من بگو. بهلول گفت جنیدالله آن چیزهایی را که تو بیان کردی اینها نادرست نبودند، لیکن دویم درجه بودند. برادران عزیز و گرامی، از آن چیزی که شما گوش کردین، یکی آداب طعام خوردن، یکی آداب سخن گفتن، یکی آداب خواب رفتن. شما گوش کردین که جنیدالله بغدادی چی گفت؟ گفت که حتما چیزی را که جنیدالله گفت برادرها این با حدیث ثابته، این را شما عملی کنین. یعنی پیش از طعام دستاتون شویید. ببینید یک بزرگی دین مان در همین برادرها که حتی همین بیماری که روی عالم در ترس هراس تهلکه پرداخت و قسم زیادی از مردم از بین برد، توصیه بگیم تمامی دانشمندا همین بود که دستاتون را بشویید. حالی این درد نیامده دین ما را بینین، اسلام ما را بینین که علاقه دست شستن پیشگیری تمام بیماری ها هست که پیامبر نازنین دست ها را می شستن، طعام هم که بود میکردن دست ها را می شستن. یعنی شما هم پیش ای طعام دستاتون را بشوید. چیزی که جنیدالله بغدادی گفتن، از پیش خودتان بخورین، از پیش یک برادر دست دراز نکنین. با 3 انگشت که پیامبر ما این اکو چیزهایی هست که حضرت در حیات انجام دادن، لیکن تاکید نیست که حتما ما با 3 انگشت، با هم 5 انگشت هم که خوریم مقصد گناهی نداره، لیکن حضرت با 3 انگشت به خاطر ناله های میده میده میگرفت. ببینید در حالت طعام خوردن طریق خوردن ها تون نگاه کنین، در دهن گذاشتن تون هم نگاه کنین. همه همین ها را مقصد آنچه را که جنیدالله گفت با حدیث پیامبر ثابته. لیکن بهلول گفت که سخنهای تو ای جنیدالله دویم درجه، میدونی گو یکم درجه آن چیزی که مهم بود نگفتی. گفت چی بود؟ گفت حلال خوردن. برادر عزیز، در طعام خوردن یکی از گویم امرهای مهم اولین درجه آن چی ما میخوریم حلال باشد. بهلولی که مردم دیوانش میگفتن آن چیزی را بیان میکند که اولین درجه گفت باید حلال بخوری، لقمه لقمه حلال باشد. گفت اگر تو جنیدالله در لقمه حرام 100 بار اگر بسم الله بگوی، دستات بشوی، ای پشتش الحمدلله رب العالمین هم که بگوی، برای تو یگان نفع فایده ای ندارد. در آن چیزی که حرام است تو دست مثال دراز کنی بسم الله هم که بگوی. یعنی حلال خوردن یکی از مسئله های مهم هست برادران خیلی عزیز و گرامی. دویم چیزی که حضرت در باب آداب سخن گفتن، حقیقتا برادران عزیز بسیار سخندان ها و سخنورهای ما از آن چیزی که بهلول میگوید برادران ما در اندیشه هم نیست، در فکر هم نیست.
آنچه جنیدالله گفت ما همون را داریم، یعنی الحمدلله میگیم و صلات و سلام علی رسول الله میگیم، در صحبتمون کسی را حقارت نمیکنیم، حرکت میکنیم که ملایم و زیبا گپ زنیم تا که در دل گوش کننده جای شود و هیچ کس مقصد مورد هدف قرار نمیتیم، غرضناک گپ نمیزنیم. همه اینها مهمند. ولی بهلول گفت که جنیدالله آنچه برای آدمی واعظ داعی و دعوتگر مهم است سخنش از قلبش باشد. برادرها خوب اهمیت دید، سخن از قلب باشد، یعنی سخنی باشد که زبانش وقتی میگه قلب خودش همراه تصدیق کنه. یعنی سخنی که زبان گفت دل تصدیقش کرد او را سخنی خاص به خاطر خدا میگن. یعنی سخن تا خاص به خاطر خدا نباشد گوش کننده گوش هم نمیکند، اگر گوش هم کرد یگان نفع و فایده نمیبرد، ناراحت میشد، میگه من مقصد بگی یک جای دیگر شمان یا که لازم نیست من گوش نمیکنم. اگر به خاطر خدا باشد گوش کننده هم حتی هم لذت میبرد و هم گوش میکند و هم از او گوش کردش در حیاتش عملی میکند، فایده جانش میشود. یعنی ما یک زیان ضرری که بر گوش کننده ها میاریم از این لحاظ است که سخنهامون به خاطر خدا نیست، از برای الله گپ که نمیزنیم، نه گپمان تاثیر دارد، نه خودمان تاثیر داریم، نه خودمان مقصد یک کسی مثال معترض موردی بگیم یک احترام هم قرار نمیده، برای که کار ما از برای خدا نیست. بهلول گفت، بچه هم گفت جنیدالله سخن خوب گفتی، جوابها دغزو، لیکن مهم انامین است که چیزی میگوی قلبت قبول کنه و سخنت از برای خدا باشه. سیون گفت من ترا درباره آداب خواب گفتم، آنچه تو گفتی بسیار خوب گفتی. یعنی برادرای عزیز بینید پیش از خواب چیکار کردن در کار؟ طهارت کردن در کار. طهارت میکنیم، میایم بالا که جاگه مانده، لباسای مقصد خوابی باید داشته باشه. لباسای وقت شده برادرای عزیز کلانترای ما هم ایزار داشتن و هم کرته داشتن. کرتکای او وقته تا گریوان نداشت، هم که گرد مقصد در گردناش آمدن، پیشکاشون تا چاک کدگی بریدگی بود. بالای سرشون حتی همون عرقچینای سفیدی بگیم پختگی می انداختن، حتی سرا را می پشوندن، می شیشتن بالا که جاگرکای خواب شوندن، آیت الکرسی را می خواندن، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب ناس شوف بکردن، در تمام بدنشون می مالیدن. آخر شب الحمدلله براحت خواب میکردن، نه داد گفته میخیستن، نه خوابهای بگیم جینوره میدیدن، نه در خوابهاشون احتلامی میشیدن. یعنی یک خوابی براحت با خوابهای خوش میدیدن، خوابهای زیبا میدیدن. آنچه جنیدالله گفت بین از همه از سنت یا را یاد بگیریم، اینا همش برای ما هست. لیکن بهلول گفت آنچه مهم بود نگفتی. گفت چی بود؟ گفت آدم وقتی سرش در بالش میمانه برای خواب کردن باید از قلبش حسد، کینه را، بغض، بدبینی را اول دور کنه، بعد سرش مانه خواب کنه. یعنی ما وقتی سرمانه در بالش میمونیم در نسبت برادرامون حسد داریم، بغض داریم، بدبینی داریم، کینه داریم. یعنی درونهای قلبهای ما بسیار بسیار تاریک است، قلبهامون بسیار سخت است، در قلبهامون بسیار نیتهای بد داریم. اگر با همون در جاگه خوابمان الله جانمون بگیرد، با همین خیل قلبها ما پیش الله مهربان چی جا و چی شرایطی میافته باشه. الله رحمت کنه بهلول که گفت اینها را اول از دلت بیرون کو، با یک برادرت حسد نکو، بدبین نشه، بغض نگی، کینه نگی، اینها را دور کو، بعد سرت در بالش ما خواب کو.
انه را گو آداب خواب میگن. میگه جنید الله بغدادی دست بهلول بوسه کرد. حضرت گفت الله مهربان شما را نگهبان باشد که برای من یک بی‌نهایت تعلیم کرام کردی. شاگرداش گفت دیدین این بهلول را که شما گمان میکردین دیوانه بود، دیدین جوابهای ای را. این بود برادران عزیز یک قصه ای که ما در اینجا 3 درس گرفتیم. یکی درس طعام خوردن، یکی درس صحبت کردن، یکی درس خواب کردن. خدا کنه برادران است که ما به شما این قصه را گوش کرده باشیم و از این آداب برداشته باشیم و در حیاتمان آن چیزی را که گوش کردیم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.